باریکلا شهباز خان. خدا به من بچه نداد، اما به خودش قسم اگه بچه هم داشتم به سر به راهی شهباز خان نمیشد. بچه حرف گوش کن مثل شهباز خان نعمته والا. فکر میکنی چرا شهباز خان حرفتو گوش میکنه؟ چون خیلی کارا براش کردی. اون بچه تو نبود، بچه یکی دیگه بود. ای گلمکه، یه چیزی رو بدون. وقتی مردم میگن اون پسر یه نفر دیگه است، به خدا قسم حس میکنم یه نفر با چاقو میزنه وسط سینم. به خدا تحسینت میکنم، بهت افتخار میکنم، چون مسئولیت بچه دوست مرحوم تو قبول کردی. دوستام و خانوادم همش میگفتن دوباره ازدواج کنم، میگفتن با تو ازدواج نکنم، میگفتن با گلمکه بچه دار نمیشی. اما من به هیچ کدومشون گوش نکردم. چرا باید گوش کنم؟ اون بچه خودمه. شهباز خان یه دونه پسره، اما برای من برابری میکنه با 7 پسر.